به نام یاد خدای بزرگ. بیننده عزیز و نازنین، سلام. انشالله که در هر گوشه دنیا هستین خوش باشین و ایام با کامشون باشه. عزیزان بسیار زیاد خوش آمدید در برنامه جدیدی از ما. که گفتم یک ویدیو بگیرم وضعیت زهرا رو بخششم بگم چه رقم هستن. نیه یک صبحانه دوستا یک نان یک چای نان خشک هم داری دیگه. دوستا باشه که زهرا سلام کنم بعد از ما چون کپیسون چون یک دفعه ما دیگه از دوست کنیم دیگه. دوستای نازنینم سلام دیگه. امیدوارم که در هر گوشه دنیا که هستین دلتون خوش باشه، جانتون جور باشه دیگه. خوش آمدین در برنامه ما. دیگه صبحانه میخوریم دوستا، دیگه چای میخوریم. این تو وضعیت دوستا زهرا از کچیم شمال شده در دیگه خانه نموره. نمیفهم کسی چی خاطره حالا راحت نمیچاره. پس نمزی خانه جدایی نانم هم اینجا مخوره، چایم مگم اینجا بخشیم بیرو. ما بیم کسی ما رفتم بخشش چای بدم و آوردم دیگه. اینا هم نوشی جان کنی چی دور. بسم الله تا چای تا باشی بردم. دوستا ما یک کمک پلدیم هم تنگه. آره ازدواج کردیم پیدا دیگه آوردن عزیز ما. تو جوش تو نه تشاید دیروز دو پیش دکتر در کلینیک یا جوش بوده چای پرتن که این ترموز رزرو بود. ما فکر کردیم که چای پرته بوده دیگه. دیروز در کلینیک پیش دکتر بودیم. امیت دیگر نفلاک میمد معمولا کسایی که چی میخواه عمل منه سینچ بالا دیگه نه. باز زهرار که میگفت که چی میشه من نمام ولی باز بخی افسوس میکنم بودی خیلی جوانه دیگه. به هر صد دوستان زندگی روزگاره هر چیزی امکان داره سرادن باید مرزی پیرجوان نداره. آره دیگه در گیرداری روزگار یعنی مثل چیزا میسر آدم و ناچار و ناگزیری که باید تحمل کنی نه. به هر صد دوستان انشالله که کم چیش نه وقت چی برسه و بریم پانسمان چرم پیش دکتر باز کنیم انشالله. با امید خدای بزرگ که خوب میشه دیگه. چطور؟ چطور درد نمونه چیم تو؟ نه درد نه دوستا پلدیم تنگ نبخیم. دسته روی من گفته پانسمان یه زیدی روز پیش دکتر که بودیم متوجه نبودم. تو فکر کرد که پانسمان اوش نگذد دوستا. باز این در خانه کم در عینک سر کرد بخی وحشت کرد. خود چی؟ بسم الله. و ما از اولش ندادم از این پاس دیگه پلدیم تنگ شد. همین در عینک اوش کرد دیگه باز آب خوش تر شد. باز او قیطا چیز بود نه؟ خوب چین پانسمان کرد نه؟ آره خوب محکم فهمیده نمیشد روی پانسمان. باز او اینم کم کم سوش شده دوستا بخی اذیت میده. دوستا خدا چون خبرین دیگه که زهرا بیچاره کمک ولی باز چی خوب نیه دیگه. باز ما در کمک اگرچه ما همیشه کوشش میکنیم که خدا بیف همکاری کنی. باز دیگه تشاره یک کمک همکاری زیادتر لازمه دوستا دیگه. خدا چون از مرد بهتر میدانید. همه خانوانا رو جمع کنیم. البته ما مثل زهرا خب سهیلی هم نمیدنم هر سال از پیش پای بود ترک طرف هم نم دیگه. چطور؟ البته این کمپن جور کرده هم نمیشه بالکنی چون که نیست بالکنی خیلی یخ میشه نه اینجا نه. خیلی لغزه بالکنی میره جارو کنم اینجا رو. Hiç canım hani göstermem. Önce polis açtı. Doğru. Sonra bir şey.
خوب شی گرمه میبینه جور که دم نمیشه کمی حیف شینه نه روزهای بعد سر آدم مایه منتها زندگی همچنان جریان داره مجبوری بیسازی و بیسازی بزیزو یعنی قصه ها هست دیگه تو بین الماری هم خواب ما برم جمع کن خب این رو روز کنم که اینجی میسه همه اشتا جا برون بریم دو خواب برون دو جا برون آمونش بریم ها نه سوشینج بریم خب خب یعنی اشتا بخون دیگه اولاش جمع دیگه نباشید میبینیش توی نتران جمع خیلی باش تو گولی دوستمون خیلی میخواین رقم زهرا رو جمع کنم باش که نیشم میتون کدی هیچ رقم کدی دیگه اینجا سمت را پیشنسی بیرون بینیم نیخ پاک کنم پنجا بشی شوشتنه نیگره بردم دو چی خلاص شده دختر که مانده تو خونده جای علی خوبه دستان نیگره خلاص شده دیگه همین توت که رفتی به دست کنه برنده نه نه سایه قدره خب باش ما کم بفون به نیگره بفکنم چون خوب نیخواه نه خب بسه نقص دو چی بسه علی بس اینوش من نشه بریم خب خب چطور شده خوبی حالی؟ آره اما چیز اونو بانداست خدا رزد نه؟ نه فقط کم پلدیم لیتن کنه خیر یکم روز موصله بخوا صبح بری چی منی صبح وقت چی کنمش پیش دختر بری بس بانداست چی بکنه اول خدا دیگه همه تی چیم تا اول خدا میتی جور شنه مثل که این خیلی نه انشالله از وقت دلتم خوش شنه نه از وقت دلتم خوش شنه نه از وقت دلی دوستای عزیزم خوش شنه نه از دوستان بهتر خیلی لطف داره عزیز و عزیزم نازنینو بینید داخلی لطف داره نسبت ما تا هرچی زکامونی پرسان نگذاره چیز که چرا کم شد نه؟ آره بیچاره تنگرانه دوستان آمد مثل همیشه لطف داره دیگه نگران میشه باز انشالله که می بانداج اختا بدی چیم تم جور شده باز کلگی میاد جای خوش شده دیگه آره انشالله تو جرسی شلوت کدی یخمونه داره خواستم کلاه بدم دوستا دیگه این بیتری گرنگم است درشون گفتم نشه بودیم یک زمان خیلی هوا یخ شده باز بیتری موتور را ایمشا و بعد از مدت ها گفتم باش بریم خانه برم کمی فیل نشنه خراب نشنه دیگه نال بیتری رو بگیرم برم سعی کنیم که روشن میشه یا نمیشه باش دوستا که میگم پیشی یک دو روز نان دیده و خیالات ده بیچاره مشتریش ده بیا ده برو بیا تو بیدی برای نان بیدیم که مخری نمخری دوستای بیچاره بخیر رختش ده یک دو روز قصبا تندور رو نان گرم که بود ما میریم پیش پرتاولم شما بیچاره پاس بالچه قصبا پاس بالچه داده بخر خواه دوستا حیوان بیچاره را اعتداد در جامعه از موقع است متاسفانه اعتداد همین سگ و پیشی و بلا بتر حیوانات خیلی اذیت نه ما ببینم حیوان بیچاره نمیفهمم مو که انسان الاخر مو خنجقش انسانیت کنی بخر نوش جان توی بیچاره پیرم شده خیلی سنج بالا دنده بنده نده نوش جان بخر دوستان افغانستان
یعنی وقتی که مردمش خار حقیر میوانات چم خاره تو خیلی میگه خارج باشد بخشی صاحب داره غذاهای مفصل خدمت تقدیم منه دیگه اینجا چون ما خدا نان خشک میخوری بیچاره رو نان خشک میدیدی به حضرت تو بخیر که ما کار دارم خب دستای مغلای از ما یم بیتری یم موتر باشه رو باز کنم که سامو گویا بانر یالای تو باشه بفر ما بیتری را تجمعش بیلو باش دوستو یک سلف بزنم که چی موگه برو پناه خدا دخ شد یه خود دخ شد باش دوستو یک مقدار پیاز بیگا اردادم امسال پیاز قیمت شده دوستو هر سال که بود اینمی خلطه فوق شده 100 روپیه گیر میمد امسال اینمی خلطه رو ما بیگا گرفتم ده 350 افغانی یعنی یک سرشی 140 افغانی پیاز افغانستان پیاز قندار فکر کنم داخل پیاز قشنگه کلان کلانه ولی باز نسبت به هر سال خلاصه قیمته بیدر جا بریم پیاز رو آبای خب دوستای عزیز همون که سعی کردین دیگه زهرای فعلا نمیوزیده خدا رو شکر واسه خوبه دیگه حالا چی میشه معلوم نیست هنوز بار پیش دکتر بوری که چی میگه دیگه زهرا مریضه و ما هم کوشش میکنیم که کارهای خانه رو انجام بدیم و کوشش نمیم زهرا هم کم کم پرستاری کنم و مواظبت کنم دیگه نه دیگه کار کنم میتونم بخشش یک چای مای میرم نان میرم خلاصه خشم چای خانه رو جمع نم کنج دستی گرفته پیش خانه انجام رو لازم میگردونم در خانه وسیلش سر بره ها خب هر صد دوستا دیگه یک جهان سپاس از دعای نیک شما دوستا یک جهان سپاس از نظریاتی که دیدین دیگه از احوالگیری هایشم که پرسان که دادید زهرا را احوال چه گرفتادین خیلی تشکر عزیزا در هر گوشه دنیا که هستین خوش باشین بخش کلگیش مرزوی سعادت و خوشبختی مونیم دیگه تو کدام چیز میخوای بگی؟ نه دیگه علی دوستا دیگه خدا نگهدار کلگیشم تو برنامه بعدی که مو بری پیش دکتر سعی کنی پانسمان رو بکشی پانسمان خطا بدی سعی کنی که چه رقم میشه نتیجه عملیات چی میشه نه دیگه دوستا تو برنامه بعد خدا نگهدار کلگیشم